اگر به خاطر ضعیف بودن سیستمت نمیتونی ادیت بکنی، بعد بهت بگم که خب یه راه حل داره. نرم افزار مدیا انکودر رو نصب کن، بعد روی فایل داخل پریمیر کلیک راست بکن و قسمت پروکسی رو پیدا بکن. بعد از اینکه پیدا کردی روی کرییت پروکسی بزن. اینجا سه تا گزینه بهت میده. حالا گزینه اول زیاد مهم نیست، سورسمونه. گزینه دوم میگه فرمتت رو انتخاب کن، کویک تایم باشه یا HT264. گزینه سوم هم چند تا ارزم به خدمتت پریست بهت میده که حالا اگه فکر میکنی سیستمت خیلی ضعیفه روی لو رزولوشن بزن، اما اگه سیستمت معمولیه روی مدیوم بزن. برای انتخاب کردن لوکیشن دو تا گزینه داری. گزینه دوم هر لوکیشنی که خودت انتخاب بکنی رو میتونی انتخاب هر لوکیشنی که بخوای رو میتونی انتخاب بکنی. گزینه اول هم میگه همون جایی که فایل اصلی ویدیوت هست من یک فایل دیگه میسازم. اوکی رو که بزنی به صورت اتوماتیک نرم افزار مدیا انکودر برات باز میشه. نرم افزار به صورت اتوماتیک برای شما رندر میگیره، حالا توی اون لوکیشنی که خودتون انتخاب کردی. بعد از اینکه نرم افزار رو ببندی میبینی کنار فایل ویدیوت یک آیکون جدید اضافه شده. خب این یعنی شما از این فایل رندر پروکسی گرفتی. وقتی وارد سکانست بشی هم داخل این پنل ویدیو، پنل اصلیت، میبینی که این آیکون هستش. اگر روشن باشه یعنی آبی باشه یعنی شما رندر پروکسی داری استفاده میکنی، یعنی فایل پروکسی شده رو داری میبینی. و اگر خاموش باشه فایل اصلیت رو میبینی. اگر همین آیکون اینجا نبود شما روی این به علاوه کلیک میکنی و با درگ اند دراپ اضافهش میکنی. بچه‌ها رندر پروکسی اصلا توی کیفیت خروجیتون تاثیر نداره، فقط موقع ادیت با کیفیت پایین‌تر اون رو میبینین. این باعث میشه که سیستمتون سبکتر باشه و راحت‌تر بتونید ادیت بکنین. اگر هم بخواید اون کیفیت رو داخل خروجی استفاده بکنید، موقع خروجی فقط کافیه تیک یوز پروکسی رندر رو بزنید. همین.